خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من علی لولو هم میخوام بهتون یاد بدم چجوری تو این ایام نوروزی وقتی یکیتون کامپیوتر داره، یکیتون گوشی داره، یکیتون کنسول داره، ایکس باکس داره، PS4 داره، یه سرور بزنید که بتونید همتون بتونید بیاید داخلش رو پلی بدید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب حالا که میخواست سرورتون رو بسازید، وارد مرورگرتون میشید، آترنوس رو سرچ میکنید، چه انگلیسی چه فارسی ربطی نداره، وارد هم اولین سایتش میشید. ماینکرافت سرور فری فور ایور، سرورهای ماینکرافت اوریگون برای همیشه. رو گزینه پلی میزنید. شما مثل من وارد این صفحه نمیشید، شما بعد لاگین کنید. لاگینتون رو که کردید، مثلا با گوگل اکانت و ایناتون لاگین کنید. بعدش روی گزینه کریت بزنید. خب اینجا میخوایم بدراک باشه یا جاوا. سرورمون رو جاوا باید بره. این سرورمون رو جاوا میسازیم. کریت. خب فعلا تا الان ساخته شد. بعدش اینجا روی گزینه چنج، اینجا روی گزینه چنج میزنیم. بعدش اینجا چند تا گزینه میاره که از همه بهتر، به نظر من از همه بهتر اینه، پورپور باکید، همه بهتر اینو میزنید. نسخه که میخواد با دوستتون باشه رو انتخاب بکنید. مثلا من دوست دارم 1.24 باشه، 1.16 باشه، مثلا من 1.14 میزنم. بعد اینستالش میدم. اینستالتون که تموم شد، خب بعدش میاد تو گزینه سرور. اینجا سافت‌ور شده پورپور، ورژن تموم شده 1.14.3. بعدش وارد پلاگینز میشید. پلاگین ها اینجا تو قسمت سرچ بنویسید گیسر بنویسید و سرچش کنید. همون گزینه اول گیسر امسی وارد این میشید. خب نسخه آخرش رو نصب میکنید تا اینجا چیزی بیاد. بله اومد. حالا اگه میخواید ببینید سرورتون واقعا این چیزو گرفته به خودش یا نه، این پلاگینو، وارد فایلز میشید، پلاگینز، و اینجا گیسر رو نوشته، یعنی شما پلاگین گیسر رو نصب کرد. خب دوباره وارد پلاگینز میشید. این دفعه میشید ویو ورژنز، بعدش اینتر، همون گزینه اول ویو ورژنز رو میزنید. اینجا طبق نسختون هستش، آخرین نسخه‌شو دانلود کنید. این ویو ورژن برای اینه که مثلا شما 1.70 گوشیتون دارش، مثلا این 1.24 نصب میکنید. خب اینم همونطور اگه میخواد ببینید، همون وارد فایل میشید و لاگین و ویو ورژنز اومده. خب قسمت بعدی وارد آپشنز میشید. اینجا میتونید آدرس سرورتون رو عوض کنید. مثلا اینجا میتونید رنگ کنید، اینا هم هست. خب حالا وارد فایل میشید. گیم مودتون که میخواد ربط به خودتون داره، میخواد سروایور باشه، کریتیو باشه، مثلا ربط به خودتون داره. اما پلیراتون رو به هر چند نفر هست، مثلا 5 نفرید بیاریدش رو 5 نفر، بیشتر باشه سرورتون لگ میزنه. خب دیفیکالتی هم خوب کاری نداریم. وایت لیست هم خوب برای اینه که مثلا کسی دیگه نتونه وارد سرورتون بشه، فقط اونایی که اجازه میدید اسمشون رو میزنید و میتونن وارد سرور بشن. کرک رو فعال کنید که دوستانی که تو جاوا بازی میکنن بتونن بیان. پی وی پی و اینا هم، کامن بلاک، اینا هم کاری باشون نداشته باشید، اصلا کاری با این گزینه آخر هم نداشته باشید. اینا هم تنظیمات آپشنز. خب الان وارد سافت‌ویر میشید. هم پورپور باکیت اگه بود، خب بعضی وقتا باگ بخوره نیستش، برای همینه. حالا بذارید تا
سرورتون ران بشه. چند تا نکته هم تا ران میشه بهتون بگم. برای اینکه مثلا بدونید بعد مثلا دوستتون 1.14 بعد دوستتون با چه نسخه بیاد. دوستتون چون ویو ورژنز نصب کردید میتونه 1.14 70 1.14 50 1.14 30 اینا میتونه واردش بشه. تو سرور بدروک مثلا یه پورت میخواد. ما الان تو اینجا پورت نداریم، این عدده رو وارد میکنیم 610 43 این عدد رو وارد میکنید جای پورت، بعد این آدرس هم میزنید توی آدرس سر جا خودش، بعدش وارد سرورتون میشید. اگه بعضی وقتا مثلا دیر سرور میاد ولی اب نداره چون پلاگین های زیادی نصب کرده،